دوستای عزیزم، شبتون بخیر. انشالله که همیشه خوب و خوش و خرم باشید. بریم به قسمت 4 داستان ماهرخ. میرزا فرهمند دختر را آرام به گوشه ایوان برد تا از نگاه‌های سنگین زنان عمارت دور بماند. ماهرخ روی 4 پایه نشست و نن کوکب کنار او ایستاده بود و دستان پینه بسته اش را مضطرب می‌مالید. میرزا تشخیصگرانه به صورت رنگ پریده ماهرخ نگاه کرد. از کی این ضعف‌ها را داری؟ ماهرخ آهسته گفت سال هاست. بعضی وقتا نفس تنگی میگیرم، دستهایم میلرزه، اما کارامو میکنم آقا میرزا. میرزا نبض او را گرفت، سرد، نامنظم. چشمایش کمی تنگ شد. سرفه خشکم داری؟ درد تو سینه چی؟ ماهرخ سرش را پایین انداخت. گاهی، ولی چیزی نیست. ننه کوکب التماس کنان گفت به خدا این دخترم فقط یک ناتوانی داره، ولی دلش از طلا پاکتره. نذارین بیرونش کنن آقا میرزا. میرزا سکوت کرد. نگاهش به دستان لرزان ماهرخ افتاد. دوباره نبض او را گرفت. نفسش عمیق شد. این نشانه های بیماری است که اگر شدید شود حتی ازدواج و زایمان هم برایش خطر دارد. اما گفتنش در این عمارت، آن هم بخواد، آسان نبود. در همان لحظه صدای قدم‌های سنگین روی سنگ فرش پیچید. خانه لاری نزدیک شد. در چند قدمی آنها ایستاد و با نگاهی که نه خشم داشت نه نگرانی آشکار تنها پرسید خب میرزا. میرزا برخاست، دستش را روی سینه گذاشت و کمی مکث کرد. خان، دختر کمی ضعف مزمن دارد، باید غذای خوب بخورد، کار سنگین نکند. خان ابرو بالا برد. همین؟ میرزا لحظه‌ای دو دل شد. نمیتوانست حقیقت کامل را بگوید. هنوز نه. برای حالا بله خان، اما نیاز به مراقبت دارد. خان نگاهی کوتاه به چهره رنگ پریده ماهرخ انداخت. از امروز کارش سبکتر می شود. بی حاجیه را آگاه می کنم. ننه کوکب زیر لب خدا را شکر کرد. اما میرزا هنوز نگاهش از ماهرخ جدا نشده بود. انگار چیزی را در دلش پنهان می کرد. وقتی خان از آنها دور شد، میرزا آرام خم شد و آهسته به ننه کوکب گفت این دختر باید دور از فشار و هیجان بماند، وگرنه روزی میرسد که حرفش را برید. فقط مراقبش باشید. ماهرخ که حرفها را شنیده بود لبهایش لرزید. او یک راز داشت، رازی که اگر برملا میشد نه تنها جایگاهش را در عمارت از دست میداد، بلکه هر رویایی، حتی رویایی که خودش هنوز نمیدانست خواهد داشت، به نابودی کشیده میشد. وقتی میرزا رفت، خان از دور دوباره نگاهش کرد. نگاهی که ماهرخ را از جا کند. نگاهی که اگرچه کوتاه بود اما انگار هزار حرف ناگفته داشت. و اما عمارت پر از زنان چشم دوز، پچ پچ کنان و حسود در آستانه طوفانی تازه بود. دوستای عزیزم، شب خوبی داشته باشین. قسمت 4 ماهرخ به پایان رسید.